تا حالا شده توی یه موقعیت مهم مثل توی جمع دوستات، خانواده یا هر جای دیگه بخوای یه چیزی بگی اما کسی به تو توجه نکنه یا تحویلت نگیره؟ انگار همه چیز مهمه به جز تو. میدونم که این حس میتونه چقدر دردناک باشه و احساس ناامیدی بهت بده. حالا خبر خوب چیه؟ توی این ویدیو چند تا راز روانشناختی قدرتمند یاد میگیری که باعث میشه همه بهت به چشم یه آدم قوی و با ارزش نگاه کنن و ازت حساب ببرن. اول اینو بگم که روانشناسی به ما نشون داده که احترام و اقتدار چیزی نیست که فقط آدمای خاص اونا داشته باشن، بلکه یه مهارت هست که میتونی یادشون بگیری. حالا بریم سراغ 4 تا استراتژی تخصصی که میتونه تو رو به یه آدم مقتدر تبدیل کنه. پس این ویدیو رو لایک کن و حتما کانال رو سابسکرایب کن. استراتژی اول: زبان بدن سلاح مخفی اقتدار. امی کادی، روانشناس معروف هاروارد، به تحقیقاتش ثابت کرده که زبان بدن نه تنها روی نگاه بقیه به ما تاثیر داره، بلکه حتی روی حس خودمون نسبت به خودمون هم اثر میذاره. وقتی شونه هاتو صاف میکنی، سرتو بالا میگیری، مستقیم توی چشم بقیه نگاه میکنی و با یه صدای محترمانه ولی محکم حرف میزنی، مغزت سیگنال میفرسته که تو قوی و با اعتماد به نفسی. و جالب اینجاست که بقیه هم همین حس رو ازت میگیرن. یه نقل قول قوی از هیتلر وجود داره که میگه موفقیت تنها در اراده‌ای نهفته است که از درون میجوشد. حالا چه ربطی به موضوع ما داره؟ ربطش اینه که وقتی با اراده قوی و با زبان بدن نشون بدی به خودت باور داری، بقیه نمیتونن تو رو نادیده بگیرن. تو حتی با تظاهر کردن هم میتونی این کارو بکنی که توی یه ویدیو مفصل راجع به صحبت کردیم. پس اگه اون ویدیو رو ندیدی حتما ببین. استراتژی دوم: مرزهای احساسی سپر حفاظتی تو. یکی از بزرگترین دلایلی که گاهی بقیه ما رو جدی نمیگیرن اینه که ما خودمون حد و مرزهای واضحی نداریم. اگه اجازه بدیم بقیه از خط قرمزامون رد بشن، مثلا با شوخی‌های بیجا، درخواست‌های غیر منطقی یا حتی قطع کردن حرفمون، انگار بهشون سیگنال میدیم که ما برای خودمون ارزش قائل نیستیم. تحقیقات روانشناسی مثل مطالعات دکتر براون نشون میده آدمایی که مرزهای احساسی قوی دارن نه تنها بیشتر مورد احترام قرار میگیرن، بلکه خودشون هم حس عزت نفس بهتری دارن. پس دفعه بعد که یکی رفتار غیر محترمانه‌ای کرد، حتما یه واکنش جدی نشون بده. استراتژی سوم: اصالت کلید جادویی احترام. هیچ چیز به اندازه خود واقعی بودن بقیه رو تحت تاثیر قرار نمیده. وقتی تو خودتو میشناسی، وقتی میدونی چه ارزش‌هایی برات مهمه و با اعتماد به نفس همون آدم واقعی رو به دنیا نشون میدی، یه جذبه خاصی پیدا میکنی که همه رو جذب میکنه. اینجاست که یه نقل قول دیگه از هیتلر به کار میاد. هیتلر میگه من فقط برای چیزی میجنگم که دوستش دارم. فقط چیزی رو دوست دارم که بهش احترام میذارم. و فقط به چیزی احترام میذارم که میشناسمش. این حرف یه درس عمیق داره. برای اینکه بقیه بهت احترام بذارن، باید اول خودتو بشناسی و به خودت احترام بذاری. برای اینکه بهتر متوجه بشی، این سوالا رو از خودت بکن. 3 چیزی که توی زندگی بهشون افتخار میکنی چیه؟ 3 ارزشی که هیچ وقت حاضر نیستی زیر پا بذاری چیه؟ وقتی اینا رو بدونی، یه اعتماد به نفس درونی پیدا میکنی که مثل یه آهنربا عمل میکنه. استراتژی چهارم: قاطعیت در کلام اما با مهربانی. آخرین استراتژی درباره اینه که چطور حرفتو بزنی که بقیه گوش بدن. روانشناسا میگن آدمایی که قاطعانه ولی با احترام حرف میزنن خیلی بیشتر مورد توجه قرار میگیرن. قاطعیت یعنی نظرتو واضح و محترمانه بگی بدون اینکه بخوای بقیه رو راضی نگه داری. حالا بیاد یه لحظه با هم گپ بزنیم. فکر کن همین الان توی موقعیت هستی که حس میکنی جدی گرفته نمیشی. شاید توی محل کار، شاید توی خونه. اگه یه قدم کوچیک بخوای همین امروز برداری که خودتو مقتدرتر نشون بدی، اون قدم چی میتونه باشه؟ شاید یه تغییر توی زبان بدنت، یا شاید یه لحظه وقت گذاشتن برای شناخت خودت.
حتما توی کامنت ها برام بنویس تو چه موقعیتی حس کردی دیده نشدی و چه کار کردی، یا از امروز چه تغییری میخوای توی خودت ایجاد کنی. حتما نظرتو بگو، چون هر کدوم از این داستانا میتونه به یکی دیگه هم کمک کنه. اینو هم باید بهتون بگم که این 4 تا استراتژی تخصصی از منابع معتبر الهام گرفته شدن و توی توضیحات ویدیو قرارشون دادیم. ممنون که تا آخر ویدیو با هم بودید. یادتون نره تو وجود هر کدوم از شما یه گنج پنهانه که فقط منتظر کشفش کنید. تا ویدیو بعدی با تمام وجود بدرخشید.